امروز من یک تا شکرابی با مزه заказ کرده بودم. من خیلی خوش کرده. توقع خودش با روان کرده است که همین توقع چوبین بخوره اگر بهتر گفته. شکراب بسیار نکن گفته بودم برای من نیمی قلمه با قطعه سمبوسه روان کرده است. ما با بهترین سمبوسه کارتوشکگین заказ کرده بودم. این دفعه دخترا برای کی کارتوشکگین به حد نازم من چی من تو چی سمبوسه فقط همین کارتوشکگین باشد شد برای من. کودکان هم خیلی کارتوشکگین به حد ناز می‌بردن. Успокойся, Бор. Wake up, София, wake up. Я Бор, Джим. Вкусная? Да, она вкусная. Я тоже. Ничего себе, она едет туда. Ты что снимаешь? Наконец-то هر کودکای تیار کردیم. داداش پایان فروردن حاجی من کمتر خودم فسان کنم میفرام پایان گفتم و انکنون من میفرام مزیر کودکای میبریم سیر گفتم اسلامчик اینجا پسرچم گیره کرده است که شریکای لوپچ کردن نشداست. داداش алды کرده. Вот так вот мы гуляем. Намедонан дигарм нагадет ночь хель гуляет, но мы примерно хам хель мегардем, да, ина галтат, ва ина гурезат, ина гир, ва я гир, ина гир накнат, хлоса нам хель карда, сайргаш карда омадем хона. اینجا دخترها خیلی اکنون کارو بری خونه. اینجا پروداکت‌های заказ کردگی ما از برات کردیم. برای پیتزا تیار کنیم اومد لیکن خمیر کردن باخشم با نامد بهتون خیلی заказ کردن برای اصلا. من خیلی روزا تمام کردم دخترها از پروداکت‌های جابجا میکنم و میرم آشپزی کار. خیرت که کاری من تلفن کتی خونم رمضان در کار نیست. دخترها اینجا من دو چیز заказ کردم. Домашняя шаурма. Аппетитная. Вот, как вы видели, да? Сразу заказ кардам. Таравонка. Сейчас будем есть. Ярко заказ кардам, потому что такой нахран, да? Так, и вот эти вот печенья с орехами. Бехат вам надо. Дина заказ кардам, да? Так. И рогалики тоже с орехами. Очень вкусные. Классно. Духтаро, ин шаурмаш гуштин. Гушти гол. Давно нишан кембак мало. Очень аппетитный духтаро. Давно помидор, соленые огурцы, зелень, соус. І بعد морковь по-корейски بفرمه там как. اپا و خواهران عزیز هر یک شما رو با کار دعوت میکنم به کمپانی فابریک دخترای نگاه کنتون. من که در روسیه هستم برای همین معاش ما روبلخ میگیرم. دخترها هر یک باری که ما معاش میگیریم من تقریبا 200,000 روبل هر 3 هفته معاش میگیرم. با بالای این هر دفعه هم خیلی بونوسای کلان داده میشه از طرف کمپانی به ما و ما از خونه نبرآمده برابر کارهای خونهمون کار کرده ایستادیم. برابر کارهای خونه برابر فرزند نگاه کنی برابر خوراک تیار کنی. خلاصه گپی دخترها شما فقط تلفن در کار میشد و اینترنت تمام معلومات عالی لازم نیست. فروختن در کار نیست. عموما دخترها مسئولای کمپانی فروختن در کار نیست. میدونید همین چیزا بسیاری خیلی میگن که کمپانی فابریک با که در اومده بسیار کلان خرید میکنی میری میفروشی. این خیلی نیست دخترها. همه این گپ دروغ است. برای همین دخترها میتونید که نمره واتساپ ما بنویسید. شما خودم دستگیری میکنم. شما معاش بلند با برآمدن به یاردم میکنم. همه وقت ما از تکنیکا دستگیری میکنم. آدمایی که نه با کار درآمدگی هستن. دخترها آموزش به پول نام نوشتنش به پول. از شما فقط همین خواهش کار کردن دخترها. یک وقتی منم هم خیلی کار به درآمدگی بودم خودم با باوری نداشتم. دخترها حاجتی زیاده از 300,000 روبل یک ماه با من کار میکنم. معاش 3 هفته‌ای یا اینکه 2 هفته‌ای ما از 200,000 روبل زیاد است دخترها. من خدا به هزار بار شکر میگم که خیلی کار بهترین خداوند من برای کرده است که من حاضر من از خانه نبرآمده برابر فرض نگاه کنی همین قدر کلاهای بلند برآمده ایستادم دخترها. من الکی مقصد ماندگی هستم که در همین سال 2025 خانه خودم از همین پولهای فابریک خرم. من همش اچتاش که شما به نشون میدم چقدر من معاشم که خانه خرید ایستادم همش من اچتاش که شما به نشون میدم تا که شما نیز قوت گرفته قطعا کار کنید تا خیلی آرزوهاتون برآورده کنید.